سلام، خوش اومدید به یه ویدیوی دیگه. امروز آموزش ضد لگ داریم برای سیزن 8 که آموزش خوبیه، واقعا روی گوشی و جواب و کار میکنه. خیلی ساده است، نیازی به هیچ برنامه‌ای هم نداره و بریم سراغ آموزش. خب وارد تنظیمات کالاف میشیم. سومین گزینه که تنظیمات گرافیکیه رو میزنید. بهتر گرافیک رو همیشه روی لو بذارید، اگه سیستم ضعیفه که حتما روی لو بذارید و فریم ریت رو روی های بذارید یا بالاتر هر چقدر که دارین. حتی اکثر روی ریالستیک بذارین و یا استاندارد بذارین، به نظر من بهتره. حالا من خودم رو بازی رو ریالستیک میذارم. این جدول سمت راست گزینه اول فقط آن باشه، بقیهش همه آف باشه تا بازی لگ نزنه. هم فقط گزینه اولی آن باشه. یکم که میریم پایین‌تر، این گزینه توسی رنگ برای شما که نزدید زرده. اینو وقتی میزنید یه درصدی هست پر میشه و فریم ریتتون رو میاره بالاتر. تو این قسمت باید برین حافظه پنهان کالاف رو پاک کنید. احتمالاً خیلیاتون بلدید. وارد تنظیمات کالاف میشین. این گوشه سمت چپ از پایین یه گزینه داره که شاید جایش فرق کنه برای شما. حافظه پنهان کالاف رو باهاش پاک میکنید. در قسمت آخرم باید برید محدودیت باتری رو عروش بردارید. میرین رو حالت بهینه سازی باتری و همینطوری که گفتم. الان رو حالت بهینه سازیه، یعنی قدرت پردازنده رو محدود یکم میکنه تا گوشی شارژ بیشتری نگه داره. اگر مشکل شارژ ندارید بزنید رو بدون محدودیت که بذاره پردازنده برای کالاف نهایت استفاده رو ببره. در نهایت هم این اتچمنت BP50 رو گذاشتم برای سیزن 8 مولتیه که خیلی هم خوبه، خدایی واقعا سریع و تمیز میزنه. و خواهشاً ویدیو رو لایک کنید و کانال رو دنبال کنید و تا ویدیو بعدی خدا نگهدار.